سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخری تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 11 اوگوست، عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. اشرف غنی پرزیدنت افغانستان به مزار شریف سفر کرد. طالبان مرکزی ولایت بدخشان را تصرف کردند. خوانندگان در آببازی غرق گشتند، آموزگاران را حبس کردند. دادستانی در شهر خوجند آموزگاران را از استرافشن در بی احتیاطی که باعث مرگ خوانندگان شد عیبدار کرد. نخست چک از یرمرکز، سپس ثبت نام در مکتب. مأموریت مکتب‌ها در تاجیکستان از والدان تقاضا دارند از شرکت‌های وطنی لباس خرند. میات گرفتیم برای چک شرط گرفتیم برای مکتب. امروز پرزیدنت افغانستان به شهر شمالی مزار شریف مرکزی ولایت بلخ سفر کرده با جنگسالاران عطا محمدی نور و عبدالرشید دوستم دیدار و ملاقات داشت. در همین حال طبق اطلاع یک عضو شورای ولایت بدخشان در پی حمله دیروزه طالبان مرکزی ولایت شمال و شرقی بدخشان افغانستان و یا حداقل چندین بینای مهمی حکومت این ولایت تحت تصرف طالبان است. اشرف غنی با پیشوایان و فعالان استانی بلخ دیدار و گفتگو کرد. این قسمت افغانستان از گوشه‌های آرامترین این کشور به شمار می رفت. حضور طالبان در اینجا همین اواخر ناچیز بود، اما سرعت پیشرفت کنونی آنها بسیاری ها را به حالت شاک آورده است. به نوشته خبرگزاری رایترز فعلا طالبان 65% خاک افغانستان را تصرف کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز سه‌شنبه از رهبران افغانستان دعوت کرد که برای حمایت از وطنشان قیام کنند. آمریکا طور معمول نیروهای حکومت افغانستان را حمایت خواهد کرد. قبل از شروع برنامه از همکارم مصطفی سرور از بخش افغانستانی رادیوی آزادی پرسیدم که چرا طالبان به این آسانی پیشرفت دارند. بله، همونطور که شما گفتین طالبان به تازگی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان را تصرف کردند. در مورد این که جنگجویان طالبان چگونه تانستند که به این سرعت پیشروی کنند، مخصوصا در برخی از مناطق در شمال افغانستان، نظریات گوناگون وجود داره. شما میدانید که جنگ به شدت جریان داره در یکی دو جبهه، نه بلکه در چندین جبهه در مناطق مختلف افغانستان، از شمال گرفته تا جنوب، از غرب تا شرق. یکی از دلایل این است که نیروهای خاص افغانستان که تعدادشان به چندین هزار نیرو میرسه و گفته میشه که در منطقه بی‌نظیر هستند، اینها سخت زیر فشار هستند در مناطق مختلف. شما میدونید که تنها جنگ در شمال نه، بلکه در جنوب و در غرب و در جاهای دیگه هم جریان داره، از جمله در کندهار، از جمله در هلمند. یکی از دلایل این است که این نیروها که نیروهای برزیده تر و آموزش دیده تر خوانده میشن، اینها سخت مصروف و مشغول هستند. سازمان ملل متحد میگوید که طالبان در جریان جنگ‌های اخیر به جنایت‌های جنگی راه دادند. شما در این باره چی میگویید؟ در مورد گزارش‌ها در ارتباط به جنایت جنگی، بله، گزارش‌های وجود داره. مثلا در ولسوالی اسپین بولدک که ولسوالی مرزی با پاکستان هست، وقتی که چند هفته پیش طالبان ولسوالی را تصرف کردند، دور و بر 400 نفر را بازداشت کردند و بعد گزارش رسید که حدود 100 نفر کشته شدند که گفته شد غیر نظامی بودند. مقامات افغان گفتند که کار طالبان است و همچنان بعداً مقامات آمریکایی و بریتانیایی هم این رویداد را نکوهش کردند. اما طالبان پیوسته چنین ادعاها و اتهامات را انکار کردند و رد کردند و حتی خواستار تحقیق در این زمینه شدند. در برخی از مناطق گزارش هایی وجود داره که طالبان زنان محلی را به نکاح با جنگجویانشان مجبور کردند، وادارشان کردند، اما طالبان این گزارش ها را هم نمیپذیرند. چون این گزارش های وجود داره و چون این انکارهای هم هست.
تشکر از همکارم مصطفی سرور از بخش افغانی رادیو آزادی که درباره اشغال بدخشان از سوی طالبان اطلاع داد. معلومات از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید پیدا و مطالعه کنید. روسیه روز 10 اوگوست در چهارچوب برنامه کاروان سلامتی به تاجیکستان نقلیات سیاری طبی داده است. مقامات تاجیکستان میگویند سازشنامه را در این باره هنوز سال 2019 امضا کرده بودند. نماینده روسیه در تاجیکستان گفته است که نقلیات سیار بیشتر برای کمک به ساکنان منطقه‌های دور افتاده در نظر گرفته شده است. روسیه برای رشد تاجیکستان از جمله بخش تندرستی آن بر اساس شریکی استراتژی دستگیری دائمی می‌کند گفته است شمیل سمسیدینوف، نماینده روسیه در شهر دوشنبه. و اظهار باوری کرد که نقلیات سیار به هزارها شهروند تاجیکستان که در روستاها به سر میبرند یاری خواهند رساند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که نقلیات سیار با تجهیزات معاصر طبی از قبیل تجهیزات رنتگنی، تشخیص استوماتولوژی و لوازمات دیگر طبی مجهز است. مبلغ عمومی لایحه 2,060,000 دلار آمریکایی بوده. 2 میلیونش را بانک اروپایی ثبات و رشد و 60,000 دیگرش را جانب تاجیکستان پرداخت کرده است. مفتشان در شهر خوجند مدیر و آموزگاران یک مکتب را از استروشن حبس کرد. این آموزگاران را تفتیشات در بی‌احتیاطی متهم می‌کند، چون آنها یک گروه 20 نفری خوانندگان را 7 ایول به تماشای خوجند آوردند و 4 نفر آنها هنگام آوازی در دریای سیر غرق شده فوتیدند. مأموریت مکتب آموزگاران و پیوندان آنها نخواستند در این باره ابراز نظر کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم فرزان محمدی از شهر خوجند. مدیر مکتب رقم 60 شهر استروشن و دست کم یک آموزگار دیگر این تعلیمگاه در رابطه به مرگ 4 شاگردشان بازداشت شدند. دادستانی شهر خوجند آنها را در حادثه غرق شدن نورسان هنگام شناوری جوابگر می‌داند. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 11 اوگوست به رادیو آزادی گفت ضد این دو معلم با گمان از بی‌احتیاطی رساندن به مرگ پرونده گشوده شده است. این عیبنامه از 2 تا 5 سال زندان و محروم ساختن از حقوق اشغال منصب‌های معین را پیش بینی می‌کند. مقامات میگویند آموزگاران زیاده از 20 شاگرد خود را به سیاحت خوجند آورده بی‌نظارت گذاشتند و 4 نفر آنها هنگام آبازی غرق شدند. جسد بختیار کریم قلوف، صدرالدین کریموف، لذیذبک خدیروف و اصیلبک محمدی سایف 16 ساله را پس از چند ساعت جستجو یافته روز 8 ایول در دهه نجانی شهر استروشن دفن کردند. حالا بنابر خلل ندیدن تفتیش منبع از افشای نام بازداشت شده ها خودداری کرد، ولی قبلا والدان نورسان غرق شده گفته بودند که فرزندانشان همراه آموزگاران و مدیر مکتب به سیاحت رفته بودند. یکی از آموزگاران مکتب رقم 60 استروشن بدون ذکر نامش افزود راهبر صنف نورسان غرق شده و دیرکتور مکتب را بارها به بازپرسی دعوت کرده بودند، ولی بعد حادثه مدیر مکتب بارها در بیمارخانه بستری شد و وضع باقی مانده آموزگاران نیز خوب نبود. ولی در نشست خبری سردار ریاستی معارف ولایت سوخت عاصم کریمزاده در این باره اظهار نظر کرده بود. در وقتی پروخولی و همون وقتا همین 4 نفر آهسته همین چخی شده است که همین از گروه اساسی جدا شده رفته همین دایره آموزی میکنیم گفته یک باره همین که حادثه ناکوش شده است و البته اون نفرانی که سهرانکاری کردن کمبودی را دادن آن نفرانی که گناهکار هستند ما باید همین موافقی در خلاصه تفتیشاتی که شده ایستاده است البته تابع‌جویی میکنیم. پیشتر نیز بعضی از والدان نورسان غرق شده در این فاجعه مکتب و آموزگاران را گناهکار کردند. حاضر وقتی همون کرانتین کسالی با اونجا بردن شرط لازم بود. در شعبه معارف شهر استروشن گفتند این سفر بدون موافقه مدیر معارف و بیرون از نقشه کاری صورت گرفته است. روشن نیست تا کجا این سیاحت برای مکتبیان حتمی بود. به گفته شاهدان حادثه در نزدیکی باغ فرهنگی و استراحتی نوروزگاه شهر خوجند در اینجا رخ داده است. غواصان جسد غرق شدگان را از قعر دریای سیر بیرون آوردند.
فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. لباس مکتبی تنها از شرکت‌های وطنی. مأموریت مکتب‌های همگانی در تاجیکستان با نزدیک شدن سال نو تحصیل از والدان تقاضا کردند که برای فرزندان خویش تنها از شرکت‌های وطنی سر و لباس خریداری کنند. والدان میگویند نرخ لباس شرکت‌های وطنی گران است و گاه‌ها صفتش پست. وزارت معارف ادعا دارد که والدان در انتخاب لباس مکتبی آزادند. تفصیلات دیگر این گزارش در گزارش همکارم نگاره فضل‌الدین و علیشیر ظریفی. моҳи август барои Сафармо Давлатова сокини ноҳияи Рӯдакӣ ва модари ду фарзанд серхарҷу пурташвиш аст. Мегӯяд барои омода кардан як фарзандаш ба таҳсил тақрибан 500 сомонӣ лозим аст. Ин зан нияти ба бозор рафтанро доштааст, вале аз мактаб ба ӯ гуфтанд аз ярмарка либос харидорӣ кунад. Мята гирифтим, барои чекиш ята гирифтим барои мактаб. Документ ҳамаша туғри кардем, ё чеки мактаб мебери, ё текстила. намояндагони вазорати маориф ва илми Тоҷикистон чунин талаботро ғайриқонунӣ донистанд. вазорати маориф чанд сол аз боз гуфта истодааст ки дар мактаб хариду фурӯши либоси мактаби ман дар умум муаллим мактаб объекти хариду фурӯши либос набояд бошад. бо наздик шудани соли хониш мақомот дар чанд гӯшаи шаҳри Душанбе ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ ташкил намуда эълон карданд ки нархҳо дар ярмаркаҳо нисбат ба бозор арзонтар аст. агар аз тафовут нисбат ба нархи бозору иттиҳодияи насоҷӣ мо бинем дар муайян мешавад ки 25, 35, 40% нисбатан арзон ба бозор ба фурӯш монда шудааст. вале волидон мегӯянд арзиши либоси мактабӣ ҳамон тавре ки дар бозор гарон шудааст дар ярмаркаҳо низ қимат буда тафовути зиёдеро намебинанд. одамое ҳастанд ки чанд таи доранд ранги банда сета чорта ака гуфтан ярмарка чем бозор на арзонтара ҳамин дар ярмарка мешава ака гуфтем бё як сомон арзон шава бояд тигаш намеяд чи дига шава. иқтисодонҳо мегӯянд дар умум нархи либоси мактабӣ дар кишвар гарон аст ва ҳангоми муқаррар намудани нарх дастмозд ва ё маоши хонаводаҳо ба назар гирифта намешавад. ارزش اصلی مال ممکن 1 سوم باشد. در این میمانند ارزش ممکن 10 سوم میمانند. اما آشه که بیواسطه مثلا پدر و مادر یا که مثلا آن طبقه های کم بضاعتی که هستند چندان قدرتی امکانیتی مثلا خریداری کردن آن را ندارند در این زمان. аз соли 2007 дар мактабҳои Тоҷикистон либоси ягонаи мактабӣ ҷорӣ шудааст. дар аввал волидон ҳаққи интихоби либос барои фарзандонро доштанд ва онро асосан аз бозор мегирифтанд. аммо солҳои охир аз волидон талаб шудааст ки либосҳоро аз ширкатҳои ватанӣ бигиранд. гоҳе ҳатто ин ширкатҳо ном ба ном ҳатмӣ мешаванд. ҳомиёни ҳуқуқ борҳо инро як нав поймоли ҳуқуқи сокинон ва корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ бизнеси мансабдорони муайян донистанд. کاربران اینترنت در ترکمنستان شکایت دارند که مقامات از آنها میخواهند با قرآن قسم یاد کنند که برای وارد شدن به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری از VPN یا فیلترشکن‌ها استفاده نمیبرند. یک ساکنی ترکمنستان با نام اینور به بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفت مقامات از او طلب دارند با قرآن قسم یاد کند که از VPN استفاده نمیبرد. در ترکمنستان بسیاری از شبکه‌های اجتماعی معروف و سامانه‌های خبری بستند و بدون VPN و یا فیلترشکن باز نمی‌شوند. ترکمنستان از نظر آزادی سخن و دسترسی آزاد به اینترنت از کشورهای بسته جهان به شمار می‌رود. شماره خیلی کمی ساکنان به اینترنت دسترسی دارند و رسانه‌های خبری همگی زیر نظارت دولت هستند و سانسور می‌شوند. بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر رو در سامانه www.azadi.org می توانید بخوانید. گزارش‌های ویدیویی در آزادی ویدیو گذاشته شده‌اند. خداحافظی هر یک شما.